با افتخار جشن استقلال دولتی و استقبال غالبان آزمون جمهوری اتستات اعلای رویوی و اتستات اعلای اونیورسالی با مدال طلا و نقره در صحن تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جان فیشهر باختر نخست مسئولین از نمایشگاه دستاوردهای خوانندگان و آموزگاران دیدن کردند و بهر بیشتر نمودن دستاورد و موفقیت‌ها به آموزگاران و خوانندگان توصیه و مصلحت‌های مشخص دادند. از 184 نفر داوطلبی که حجت‌هایشان به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ارسال گشته بود 118 نفرش اشتراک کرد و از همین 118 نفر شاگردان داوطلبان از کل جمهوری تاجیکستان 65 نفر صاحب جایهای افتخاری گشتند. سزاوار مدال‌های طلا و نقره از ولایت ختلان باشد. از این تعداد 26 نفر جای اول را صاحب گشت. از شهر دوشنبه باشد 25 نفر، از ولایت سوق 12 نفر و از ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر نویای تابع جمهوری یک نفری سزاوار جای گشتند. در عموم 65 مدال را تشکیل می‌دهد. در چارابین نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، مسئولین ریاست معارفی ولایت، کارمندان ساحه معارف و آموزگاران از منطقه باختر غالبان آزمون مذکور شرکت ورزیدند. در افتتاح برنامه فرهنگی شکوه استقلال 26 نفر غالبان آزمون جمهوری اتستات اعلای رویوی و اتستات اعلای اونیورسالی شرکت ورزیده از دستاوردهایشان یادآور گردیدند. آزمون اتستات اعلای اونیورسالی و رویوی در شهر دوشنبه از دو دور عبارت بود. یعنی در روز اول ما کارهای خطی می‌سپاریدیم. داوطلبانی که برای اتستات اعلای اونیورسالی اشتراک می‌کردند هم انشا از فن زبان و ادبیات و هم کاری خطی از فن متمتیک می‌سپردند و خوانندگانی که از اتستات اعلای رویوی اشتراک می‌کردند داوطلبان اتستات اعلای رویه جمعیتی گمانیتری انشا و داوطلبان رویه دقیق خوب کاری خطی از فن متمتیک می‌سپاریدند. باید گفت که استقلال دولتی بهر رشد یکی از ساحه‌های کلیدی کشور زمینه اساسی گذاشت و در این دوره با بنیاد صدها انشاءات ساحه و تطبیق ده‌ها برنامه و سندها در سمت رشد ساحه معارف امکان داد که افضلیت و مهمیت ساحه را میان ساکنان به عمق معنی برد. ما جوانان کوشش میکنیم که در تمام چاره‌بینی‌ها اشتراک ورزیده برای وطن خود نام وطن خود را بالا برداریم. باعث سعادت و سرفرازی ما جوانان کشور است که در سیمای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبان واقعی و پرستار بی‌واسطه خود را دریافتیم. خوشبختانه جوانان امروزه از هدایت‌های راهبر دوراندیش خود ثمرناک استفاده برده در هر گونه چاره‌بینی‌های اشتراک می‌ورزند. در هر گونه فستیوال‌ها چاره‌بینی‌های سطح منطقوی و بین‌المللی اشتراک ورزیده نامبردار وطن و ملت خود می‌گردند. در ادامه این تدبیر مذکور قید کرده شد که با شکرگزاری از تنجی و آسایشتگی تاجیکستان صاحب استقلال غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به ساحه معارف یکدلی و اتفاقی مردم سربلند تاجیک ثمره استقلال و دستاوردهای ساحه معارف روز از روز افزوده ایستاده است. شماره زیاد خوانندگان ما در آزمون‌های جمهوری و سطح بین‌المللی فعالانه شرکت نموده با دستاوردهای شایان نائل گردیدند. همزمان علاوه کرده شد که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ولایت ختلان از آزمون جمهوری اتستات اعلای رویوی و اتستات اعلای اونیورسالی صاحب 26 جای اول و اتستات اعلای مدال طلا را صاحب شدند که در سطح جمهوری این مقام اول را تشکیل می‌دهد. خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت ختلان از سال گذشته دیده این سال زیادتر اتستات‌های اعلا به دست آوردند. در حقیقت 26 اتستات اعلا با مدال طلا به دست آوردن این اگر از کامیابی‌های ما باشد ما هنوز با این اکتفا نمی‌کنیم. باوری داریم که قدم به قدم با استقلالیت رشد معارف ولایت ختلان را با دستاوردهای بی‌نظیر ما تامین می‌کنیم. ضمناً در آزمون جمهوری اتستات اعلای رویوی و اتستات اعلای اونیورسالی 118 نفر داوطلب اشتراک نموده 65 نفر جایهای نمایان را اشغال نمودند که 26 نفر آنها از ولایت ختلان میباشد. آزمون برگزار
гузор гардида дар ҳақиқат шаффоф гузаронда шавад, дар сатҳи баланд гузаронида шуд ва мо ҷавонон ваъда медиҳем ки ин ҳанӯз қадами аввалини мо дар соҳаи ҳам маориф ва ҳам дар соҳаи эҷодиётамон буда кӯшиш мекунем ки дар оянда боз ҳам дониши худро сайқал дода дар пешравии ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. қисмати дигари чорабиниро барномаи фарҳангӣ ташкил медод ки ба ифтихори ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳризӣ гардида, маорифҷони вилоят бо пешниҳоди суруду таронаҳои тараннумгари истиқлолу ваҳдат ва шукӯҳи ин ҷашни миллӣ ва озодиро таҷассум мекард, пешниҳоди иштирокчиён намуданд.